عندلیب هنر بال پروازی بکشاده و همچنان تنتنه دارد در فضای بی‌غبار وطن. ما وقتی که با این جشن با واردگاه زل هنری میشیم میبینیم که در عندلیب در حقیقت آن چهره‌های جوان شناخته که امروز قدم میمانند همسال استقلالند و آنها بسیار فخر میکنند که در چنین دولت در حالت تنجی در حالت زندگی میکنند که تمام خوشی‌های زندگی برای آنها فراهم است. این بهترین گنجینه فرهنگ تاجیک است که امروز ملت ما بار دیگر اثبات میکند که خلق تاجیک هنرمند است و آنها از ازل این عنعنه‌های فرهنگی خود را نگاه داشتند و امروز رو به ترقی نهادند. 2 سال پس که این آزمون میگذرد و این برای رشد فرهنگ جمهوری بخصوص نوع‌ها یک تکان میبخشد و فکر میکنم که در دوره نظامنامه فستیوال آزمون ما در دور اولی فستیوال آزمون از شهر نوحه تابع جمهوری غالب اومده با دور نوحه راه خط گرفتیم و امروز چقدر شما میبینید صحنه فیلارمونی دولتی به نام اکاشف جورف سیر آدم است و آنها از نمایشگاه هنرهای مردمی نوحه ما دیدن کرده ایستادند و در حقیقت ما زیاد کوشش به خرج دادیم که با نمایشگاه زیادتر هنرهای مردمی رو از قبیل سبد بافت، چوب کار، طبق تراش، کلالگر، آهنگر و دیگر هنرها را پیشکش تماشای مردم دوشنبه و حکمان بگردانیم. در داخل بنا از روی 10 شرط دیگر ما یک برنامه کنسرتی تهیه کرده ایم و پیشکش حکمان و تماشاگران میگردانیم. امروز عندلیب مژده میداد از هنر و از استعداد مردم شریف، هوشمند و مهنت‌کارین ناحیه فیض‌باد، فیض‌خیز و فیض‌ریز فیض‌آباد و مردم سربلند این دیار نیز هر چیز که داشتند از والایت و آدمیت و صنعت و هنر پیشنهاد ذهن و پیشنهاد ذوق ساکنان پایتخت بنموده بودند. فیض میریخت امروز در این هنرستان گویا از خاک هنرخیز فیض‌آباد و فیض فیض‌آباد بود این دم آباد کننده روح و روان هر بیننده. مردم فیض‌آباد آن رسم و رسوم‌هایی که از دوره پیش با آنها باقی مانده است امروز دوام داده آمده ایستادند و امروز هنر آنها را ما می‌بینیم با چشمان خود با دستان خود می‌خوانیم که در حقیقت این مردم بسیار هنرمند است. امروز مردم فیض‌آباد همه آن جشن و عنعنه‌های آن سنت‌های خلقی که در دست پیشکش مردم دوشنبه شهر گردانیدند. آن درختی که 3 پایه داشت و 3 طرف پهن شد ملت تاجیک خوشبختانه آن درختی که جناب عالی همه آنها را سرجم کرد و پیوند کرد که میوه آن بی‌نهایت شیرین است. از آن میوه ما امروز چشیده ایستادیم. ما همه وقت بچم من آدمی 83 ساله همه وقت در حق دولت و حکومت من دعا میکنم. دعا میکنم و کامپیوتر پیشتر میگفتن که اسب یافتم داشت یافتم اسب منی همون محله که ما بچه بودیم و الوس میکردیم بچم ما نمیفتیم بخوریم گوشته و تاشته بودیم پاور پر لیدیم انا که با نگاه که با کلاه روز رسیدیم دیگه پاور پر موندیم بچم اینا با پاور پر ما هزار بار شکرانه استقلالیت میکنیم ایام رحمان میکنیم که ما به این روز رسیدیم. جوانترین بابا، زیباترین بابا، پرهنرترین بابا رو با خوردیم ناگه در این انجمن و هیچ حقوق نداشتیم که روزن رازش را باز نسازیم و حکمت هنرش را در نیابیم. من بچه استادایی نوحه فیض‌آباد 83 ساله همه 83 سال عمر من با همین گذشته کرد. با چوب با همین تاختاشی من این تیابود
5 بار ودینخه سر همین توقع قطعی گشتم 5 بار اتیابور دوبار نه این همین توقع قطعی صورتمو با یک آدم جنگاور دیگه داشتیم فقط در موزه ودینخه سر صورت من قطعی صورت همون رئیس با اومد رئیسی انا بچم ما ای سال 47 پس ای وفات پدرم من کار میکنم فقط خدمت مردم برای مردم خدمت اینجا با یک شعر هست که هنرمنده که با تمیز است در بین خلق عزیز است من همین 83 ساله و 10 سال شده میپرسم که این هنر نمیکنم در همین 70 سال عمرم تمام من اینمی یک بهترین آدم مخم میشمارم در فیض آباد که مرا همه احترام میکنن مرا همه احترام میکنن سال 80 بود همون المپیاد 80 رفتیم پارک گورک مسکو در همون ودینخه استرام رستمی عبدالرحیم تعریف کردم همین دو تورچه در دستم بود ما پدرکش کردم رستمی عبدالرحیم وقتی دکترم مینوخت مرا چی بهم داد استاد ما در حصار تا مغزار تا قراتقین دکترش مخش میکنم در این طور تو نمیره مرا همه قبل بهم داد این توقع را برای ویش تفکر نمیجا که این روز طرف ناحیه فیض آباد اندلی بوده ما را گفتن که شما میره نمایش ده ما همین توقع وقت کردم که با همین 80 ساله که من در نوار که مرا میگیرن من تماشا میکنم با مرا آدما بلگی فیری باتیدم خیلی آدما بینم من آرزوی من همچه یک فردی تاجیکستان همچه یک شهروند تاجیکستان آرزو دارم که تاجیکستان عزیز من همیشه همه خیلی گل شکوفان باشد سرورش که بسیار شخصی عاقل و دانا است این خلق را این کشور را به یکی از کلاهای بلندترین برده رساند و خلق شریف من همیشه شاد باشد نبیرها فرزندان در سایه دولت این خلق بزرگ زندگی کنند شادی کنند آرام باشند هنرپیشه شایسته تاجیکستان برادر هنرمند ارشد زنده‌یاد دستمراد علی رجب مراد علی چرا در صحنه نیبو پهلوی این خوله بسیار برمدل و کوزگر و کوزه فروش قرار گرفته انیق حکمت نهفته اینجا این خولم کلالگر است این همه اسبابی که این خولم ساختگی ما اینا معرفی بکنم مثلا یک شعر از بزرگ صابر حالا میخونم که مثلا معرفیگری همین چیز است آی آینه ما کلال فیض آبادی آی چون شیشگران کلال فیض آبادی آی از دیدن کوزش کسی سیر نشد سیر نشد سیر نشد آی در کوزه و جمال فیض آبادی آی در کوزه و جمال فیض آبادی یاری آی در کوزه تو هزار و یک نقش و نگار آی خاله جان کوزه خوش رو تبرار آی تا کوزه خرم آب گیرم از چشمه از چشمه از چشمه های شاید به سری چشمه همه آید یار های شاید به سری چشمه همه آید یار یاری فیض آباد قدیمترین و جوانترین سرزمین این وطن نازنین است چون تاریخ چند هزار ساله ملت را دفاع کرده در ترغیب هنر و فرهنگ و صنعت کهندیار است برهم و چون هم قدم زمانه است و در کوشش و تلاش و در طلب و پرخاش بهر آباد کردن وطن همیشه تیار جوان و توانا و نازنین است یعنی که سبز اندر سبز مانند به گل و گیاه
شفا بخش تل و تپه هایش. ما نیز در قطار دیگر شهروندان ناحیه فیض‌آباد امروز تصمیم گرفتیم که یک قطار گل و گیاهی شفابخش که در دامن کوههای فیض‌بخش فیض‌آباد میشکفد خب برای مرز تماشابینان آورده پیشنهاد نماییم. وقتی که ما کارکرد گیاهی شفابخش رو برای ماندگیم، وقتی که قطعی اینها سر کار داریم، البته ما کوشش میکنیم که نسبت هر یک گیاهی شفابخش خصوصیات شفابخشی آنها رو بیاموزیم به ساکنان به شهروندانی که از ما چیز پرسان میشوند پاسخ داد توانیم. تمام اون نفرانی که امروز زحمت کشیدند برای به مرز تماشابینان چیزی گفتند و اون شاعران و ادیبانی که ناحیه فیض‌آباد اینجا حضور دارند، آن صنعتکارانی که در اینجا صنعت زیبایی خود نمایش میدهند، ما نیت داریم که با یک سربلندی، با یک روح بلندی به ناحیه فیض‌آباد برگردیم. مقصد چی است؟ باز هم روح بلند گرداندن ساکنان شهر دوشنبه به خاطر جشن 25 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان. دیدن این دیدار خیلی گرم و خوشایند بود برای ما. نیت کردیم چون دیگر حاضرین می رویم و می شینیم در کنج آرام و خاموش و به این مردم پرهنر با کمال احترام می دهیم گوش. شما نیز بیننده گرامی، اگر توجه می کنید به محتوا و بندوبست این محفل، باور کنید یک کوه ننگ و یک آسمان محبت مردم شریف ناحیه فیض‌آباد را به این ملت و به این وطن دریافت خواهید کرد. و اینک
یک نگاهی ماه فیض‌آباد مفتونم نمود، خنده زیبایی و عمر جگر خونم نمود. ای سلیمان صفتان مرغی سلیمان آمد، حجره گلگونه بکن دلخانه مهمان آمد. حضرت خضر خدا چشمه زمزم پاشید، گوی داوود پس از زمزم بر خوان آمد. حضرت خضر خدا چشمه زمزم پاشید، گوی داوود بس از زمزم بر خوان آمد. ای کمانداری فلک تیر و کمانت بفکن، صلح ما و من و تو دان که نه آسان آمد. ای کمانداری فلک تیر و کمانت بفکن، صلح ما و من و تو دان که نه آسان آمد. جان و جگر ساخته این متاع جگری بر تو نه ارزان آمد. پای اندازی تو از جان و جگر ساخته این متاع جگری بر تو نه ارزان آمد.
چل خیرمنی سر دارم چل کاکلی تر دارم چل خیرمنی تر دارم چل کاکلی سر دارم چل پنجه هنر دارم دریایی گوهر دارم چل پنجه هنر دارم دریایی گوهر دارم گلبرگی نازنینم موجیزه آفرینم گلبرگ نازنینم موجیزه آفرینم در کسبی
کامپیرامی را دوختی؟ ها سفید دوخت همشه یک آزاده کرد در همون بانی بازارمی مرا شرمنده نکنی ای دستیم یک کو بینم اینا بین یکم جاش نمونده رفتیم اوتا جان بگم به تشویشه ایستون کن این خط خوزه و آزاده کرده سین رسیه رکی چی بلا کامپیر میگم این بچه خبر نداره ای مصلحتمون چی؟ ای ایگجا خبر داشته باشه مصلحتمون شاو بود کو ای تکی باشه گوش که بچه انا همیشه روسید موقتی همی اوچت خو نرفته خو نرفتی چیکار کردیم اوتا؟ چیکار میکردیم؟ مصلحت کردیم بچه مصلحت خیلی خیلی مصلحت اوتا جون بچه او مصلحت های توی ترا کرده گفته بازار بره تو قزکاتا بگیره یا سرت دو سر کنیم همه خیلی میگردی بچه کلم کنیم بچه با ارزومون برسیم اکه راست میگم یا تن رحمت اوتا جان آخه آزی من زنگیر نیستم میگم یکم بلادوری این نه اوتا همه ساعت وایزه بچه اگه نزن فقط اول خدمتی وطن مادر بجا بیاریم اوسو همش میشه اوتا جان خدمتی کی را؟ وطن مادر بسیار تلق پلق نکه خدمت میرم مطره برای کی کدام کبردی را کلا نکردم فهمیدی؟ وقتش ده او کماندیر نیامد باید قطمه گوره جماده باشه کی با این روز دعوا کنه راست بگم یا کی آمده به در پشتی گوره اوچت خور رفته بود اوتا جان خیلی نفهمیدم میفهمید میوم خو میرم بسیار تلق پلق زیادی نکن آخی در همین سال و زمانم همو کسی که خدمت نکرده که هم دخترای هم نمیگیرن شا میگن نیگادنی چی گادنی؟ نیگادنی بچه ساده این همی آتتن در وقتش نیگادنی بود همی آچتا که گیریم شید گادنی بچه می آتت کو اگر نیگادنی میشید شما ای کجا پیدا میشیده کپیره بلا با کیا تک دوره بزن ما پدرم چیزی که گفتم گپی مرا فهمیدی؟ گپی زیادی نگو کی آمد؟ و این کمد آمده با جوش کن دوریده دو کجا میبرشا الان تصفانه کجا میبرش دوریده چی مرغا چای مرغا دا جون دور بزنه ابترو در این کشلق دیگه بچه نیسته خواهر غرغر نکن
بچه تا یافتن تیکو این روز میام پگه میام با روزی دیگه میام آمدن نگیرم حالا میتنه بابی؟ نه نامحقول کردی همون بچه نیست همون بچه که آمد من به همین دسته که میگیرم میبرم در همون و این کمه در دستون میتونم در رسیه تو گفنه تو چی خیلی تو بکرنه نیست میگن نیست همون بچه آخی در رسیه وای بابازه من میدونم که بچه تون در خانه من دهنی خطی آمدگیم دهنی خطی چی کچی؟ دهنی خطی آمدگیم همون دهنی رو کی میته؟ همون بچه دهنی تربته با نفهمه ای خدا بچه دهنی تربته میدونم که بچه تون در خانه نیستای در رسیه نیستای نمیفهمی نیستای که برای باور نمیکنی تا باشه من کاره ایشه نمیمونم چی کار میکنی؟ در پرکراتورا میتونم حاضر همه تن نیستای بچه تو نیستای ماده فرقش نیست هستای نیستای در چشما جانم بچه در چشمکات بمبرمه اگه همه آدم مسفیده به همین ریش سفیدم در سود نبر در چشمات بمبرم بچه همین کار با مصلحت میشه و بچه به مصلحت تکنه اینا گوش که بچه اینا هیکه کبی که بچه کبی برور بتش برور بتش کبی ای مرام بتشه مردک ای مرام بتشه بچه اینا ای کبیر بولوش نه شما مرا سود کردن اینه ویجدان دارین ندارین شما بابی ویجدانش چیه؟ بچه ویجدان بر وقت سو خاکیستر شی ویجدان در سوخته ویجدان در دونستم که قریب نفسش بگیره بمرم کپی میگومی بچه‌ات کی اومد؟ وای مسافده شب آمده بود یادم برآمده کی خاطر رسانت کنم حالی یک گپی همسایه باشه درم خبر میکشی بابی آقا بچه‌ت همیشه برای کو رفیق کماندی شرمنده شدیم باور کن جای نمان که پنهان نکرده باشن نه آقل خانه من نه کهتان من نه کبر خانه در دنوی همیستم که قریب نفسم بگیره بمرم ای همین را خدمت خوبتر نیسته که 100 بار من خدمت تیاره که بابی بچه با شما برای فرزندان وطن فخر میکنه یک قرصه برای میکنه بابی آتشان یک دعا بته تو صدقه دعاشه بابی یک دعا رای فرزندتان بالا میدونین یک دعاش بته هم دعاش بته اینا الهی آمین برا با میفهمی الله اکبر بس که بگم کمپیر اینجا بیا یا بگو کپی همو بچه ای موت دا دیده به عقل بده مانش بره و خدمت کنه مردک که خدمت کرد مردک میشوه برای وطن خدمت میکنه بیا کمپیر میریم در همو و این کمت در پیش کماندیرش دعاش میتونم الله اکبر بیا بره کمپیر بیا
آنیسا جان برای چی نموندی که زنکای کوچه بالا رو خبر کنن؟ آنیسا جان برای آنکی تنظیم است کم خرج در دایره خیش تبارون میگذارنیم اربزان را انکه فهمیدی؟ انکه نه فهمیدم فهمیده باشه انشی اون زنک آمدن بیای خوش آمدین با علیکتون سلام بیای خوش آمدین بیاین کو بگذارین پی هونیس هم آمدیم اگر نمی اومدی کو پی دو دنیا میشیدمه برای همی اومدیم خوش آمده همتون در خدماتون صدقه خوش آمده بشنه کو خیری فهمیدیم که توی زفر جان دست گرفتی ها و پی هوری نیسا همی در همی روز مراد باش همی گفتم که توی زفر جان دست بگیرم چی خوبه مبارک شود اینه یک دعا الهی آمین مبارک بادی توی سور تنی صحت دلی بغم خداوندا همی زفرجانی ما را فرزندی بننگ و بناموسی همی تاجیکستان بگرداند آمین الله اکبر خوش آمده همتون رحمت خیری میگم که همین خوبی روز نگذشته در همین روزی چهارشنبه مراد بخش ما عینی کاری صحرایی وقتی شیشتن نداریم بیا تزتر ای پی سرفه و ایلک شو و اربزانی زفرجانه بگذرونیم چی گفته زنکو؟ بسیار خوب این چی خیل میشوه که او یه پیاله چای می نوشیده نکو خیری جان بدلی نکن حاضر ایسر یک پیاله چای خستیم همین نگینه جان دو سرود برای ما را بخونه یک دنیای چی گفته دخترا؟ عجب گپی خوب خیر نیلوش بدیل تا بگی نگینه جان سرش ککو دست جنبان چهره خندان آربزان میکنه جان جمیاران از دل و جان آربزان میکنه پرزی بخت و پرزی رخت و صرفه تخت آربزان خانه و خارا پرینان میکنه آربزان بسم الله الرحمن الرحیم آربزان میکنه شادی گل مکنه روی آتیوچه ای شادی گل مکنه روی آتیوچه امروز آر بزانه خانه پری میمانه امروز آر بزانه خانه پری میمانه امروز آر بزانه امروز آر
شما پی جمع کردن سرفه شوین و خیری شه بچه را زود به صحنه بیارین یکی با آوی خمیره فراموش نکنی مایرش مرجینه حاضر شه بچه را میارم تسترش بگیر پی زیره گل انا که آمدن شه بچه ده خواندن سرود نوبتی خودت همین خیلی سرود میخونی که صحنه همه استراحت کنه سرش کن شه بچه